بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد. خواسته مختصرا در موضوع سال نو یا کریسمس سخن کنیم. جشن گرفتن و کافرها را تهنئه و تبریک کردن در این روز حرام است. در این مسئله خیلی آیت و حدیث های زیاد است. روز سال نو به اعتقاد نصرانی ها این روز تولد عیسی علیه السلام است. اما در این روز سال نو استفاده میبرند یک درخت را یا ارچه را. اما این ارچه یگان علاقه ندارد در این عید سال نوی. قصه این درخت زیاد است، اگرچنده که او از خود امریکا آمده است، اما امریکا خودش سال 1659 منع کرده است که در جشن سال نوی استفاده بردن این درخت را، برای آن که خود امریکا حتی اعتقاد داشت که این عادت وثنی هست، یعنی بت پرستی است. اما این درخت پیدا شد اول در آلمان پیش از میلاد، یعنی پیش از میلاد مسیح. در آلمان او زمان انسانها درخت را عبادت میکردند. بعد هر سال یک مرتبه جشن میگرفتند، یک روز را که او روز درخت بود. در عهد پاپ بونیفاس سال 683 میلادی پس اعلان کردند رسما جشن گرفتن این درخت را در این روز. اما اول چیزی که گذاشتن بر این درخت یا ارچه، این در بالای او ستاره بود. او ستاره معنای آن را دارد که در نزد نصرانی ها گویا او ستاره 3 مجوس را راهبردی کرده است. در انجیل لوقا یک روایت ساخته را می آورند که 3 آتش پرست از پشت این یک ستاره رفتند تا به جای یا تا به مکان میلاد مسیح. تو فکر نکن اونا جشن میگیرند این روز را برای تولد شدن عیسی علیه السلام، بلکه اونا جشن میگیرند برای تولد شدن رب، برای تولد شدن اله. اله در نزد اونا 3 تا است: اب و الابن و روح القدس. در قمص اشعیه میگویند این روزی که الله فرزندش را مولود فرستاند بر این دنیا. این البته دشنام است برای الله سبحانه و تعالی که آنها برای الله سبحانه و تعالی فرزند را نسبت میدهند. امام بخاری رحمه الله روایت کردند از حدیث قدسی که الله سبحانه و تعالی میفرماید فرزند آدم مرا دشنام میدهد و برای من نسبت میدهد فرزند را. ما
امروز بر این دشنام اونا را تبریک میکنیم، تهنئه میکنیم. و حتی علمای نصرانی ها در کتاب یوحنا حرام گرداندن تبریک کردن مسلمان ها را در عیدشان. یعنی در نزد اونا جایز نیست که یک نصرانی یک مسلمان را تبریک کند، تهنئه کند در عید او مسلمان. همه این مسئله اعتقادی است و اعتقاد است و کفری است که مسلمانان متاسفانه پیروی میکنند. جای تأسف است که هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را قریب زیاد از مسلمان ها نمیداند. جای تأسف است که تاریخ هجری را کسی از مسلمان ها قریب نمیداند، اما در مسئله های کفری و در مسئله های شرکی کاملا رفتند. آیا یکی از شمایان را کسی از نصرانی یا یهود تبریک کرده است در عید قربان و یا در عید رمضان؟ نه البته. آیا کسی از نصرانی یا از یهود دیده که در عید قربان او گوسفند قربانی کرده باشد؟ نه البته ندیده و نمیبینیم. یکی از نصرانی ها در تعجب مانده گفت عید میلاد مسیح یعنی سال نو خیلی خوب است، اما خریستیانا در این عید زیاد حاضر نمی شوند. انسان هایی که زیاد حاضر می شدگی ها اونا مسلمان هستند. گفت متاسفانه این خیلی جای تأسف است. الله سبحانه و تعالی فرمود لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. یعنی این اعتقادی که نصرانی ها دارند الله سبحانه و تعالی با این اعتقادشون اونا را تکفیر کرد. اما امروز مسلمان ها بر این اعتقاد کفری اونا را تبریک میکنند. و الله سبحانه و تعالی چه گفت؟ برای این سخنشان یعنی برای این اعتقاد کفری الله سبحانه و تعالی روز اونا را به عذاب سخت گرفتار میکند. سوره مائده آیت 73. و اینچنین الله سبحانه و تعالی فرمود وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. یهودها گفتند عزیر فرزند الله است، نعوذ بالله. و نصرانی ها اینچنین گفتند مسیح عیسی این فرزند الله است گفتند. و این سخن کفری بود که پیش از این امتی بوده، دیگر امت ها نیز این سخن کفری را استفاده می بردند. سوره توبه آیت 3. و اینچنین الله سبحانه و تعالی می فرمایند والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. یعنی الله سبحانه و تعالی مؤمن ها را مدح کرد به مجرد ترک کردن این گونه عیدها. سوره فرقان آیت 72. اما منظور از کلمه زور در این آیت این عید مشرکان هست، چگونه که ذکر کردن مجاهد و ربیع ابن انس و اکرمه و الضحاک. یعنی الله سبحانه و تعالی مؤمنها را مدح کرد به مجرد ترک کردن عید مشرکان. این آیت دلیل است و دلالت میکند برای هر یک انسانی که عید مشرکان را ترک کرد او سبیل مؤمنان را به پیش گرفته است
که از او مؤمنان الله سبحانه و تعالی راضی شده است. از حدیث انس بن مالک رضی الله عنه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر شدن به مدینه، یعنی در نزد اهل مدینه 2 روز وجود داشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان شدند که این 2 روز چی روز است؟ آنها در جواب گفتند در این 2 روز ما خرسنده میکنیم و بازی میکنیم، بازی میکردیم در جاهلیت. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند الله سبحانه و تعالی برای شما افضل و برای شما بهترش را عطا کرده است که او عید رمضان است و عید قربان است. تمام عالم ها اتفاق کردند و اجماع کردند که این حدیث دلالت میکند برای حرام بودن عید مشرکان و برای حرام بودن جشن گرفتن عید مشرکان. از حدیث ثابت ابن ضحاک وقتی که یکی از صحابه ها نظر کردند در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم این که ذبح کنند یک شتر را در یک مکان، و وقتی که پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان شد که یا رسول الله من نظر کردم این که ذبح کنم یک شتر را در مکان فلانی. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حال پرسان شدند آیا تو اون نظری که کردی و اون مکانی که در قصد داری که در اونجا ذبح کنی، آیا در اونجا در وقت جاهلیت یگان بت یگان وثن را عبادت کردن کفار؟ اونا در جواب گفتن نه یا رسول الله. و اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان شدند آیا یگان از عید مشرکا در اونجا جشن گرفته شده است یا نه؟ اونا گفتن نه یا رسول الله. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ میتوانی که نظرت را انجام دهی و میتوانی که ذبحت را انجام بدهی، برای آن که در هر یک جایی که معصیت الله سبحانه و تعالی انجام داده شده است در اونجا درست نیست نظر کردن و در اونجا درست نیست ذبح کردن. روایت ابو داود. و اینچنین این حدیث دلیل است برای اون که یعنی در یک جایی که عید مشرکا انجام داده شده است، جشن گرفته شده است، در اونجا رفته ذبح کردن این معصیت است. و اگر مجرد ذبح کردن در اون مکانی که در اونجا عید را جشن گرفتند این معصیت باشد، امروز اینا چی کارها را انجام نمیدهند؟ جشن میگیرند، تبریک میکنند، تهنئه میدهند و برای اونها هدیه میکنند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله گفتند این حدیث یعنی حدیثی که ذکر کرده گذاشتیم دلیل است برای حرام بودن جشن گرفتن عید مشرکان در همه حالت و در همه وقت. کتاب اقتضا صفحه 187. از حدیث ام سلمه رضی الله عنها گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم روز شنبه و روز یکشنبه خیلی زیاد چی روزه می گرفتند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در دوام حدیث چی گفتند؟ برای آن که این عید مشرکان هست و من دوست می دارم مخالفت کنم بر مشرکان. روایت احمد و نسائی. در این حدیث 2 فایده وجود دارد. فایده اول، رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست می داشتند این که مخالفت کنند بر یهود و نصارا. و
که دعوای مسلمانی میکنند اما در این روز سال نو این سال نو را جشن میگیرند و تبریک میکنند، تهنئه میکنند، آیا اونا به رسول الله صلی الله علیه و سلم پیرو هستند یا مخالف؟ و هر یک انسانی که دعوای پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم را دارد باید بد بیند مشرکا را و عیدهای مشرکا را و باید به مشرکا مخالفت کند. فایده دوم این است که البته یهود و نصرانی، یعنی یهودا و نصرانی ها اینا مشرک هستند، چگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث گذشته بیان کردند. و اینچنین الله سبحانه و تعالی در قرآن بیان میکند که اونا مشرک هستند. الله سبحانه و تعالی فرمود: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. یعنی إنه من يشرك بالله. الله وصف کرد این سخنه که اعتقاده که این نصرانی ها دارند این کفر است و شرک است. و هر یک کسانی که به الله سبحانه و تعالی شرک می‌ورزند آنها هرگز داخل جنت نمیشوند. سوره مائده آیه 72. و در دیگر آیه الله سبحانه و تعالی فرمود: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. یعنی این اعتقادی که نصرانی ها دارند این را الله سبحانه و تعالی شرک وصف کرد. سبحانه عما یشرکون. سوره توبه آیه 31. عمر بن خطاب رضی الله عنه گفتند داخل نشوید به نزد مشرکا وقت عید شد، یعنی به همراه مشرکا عید را جشن نگیرید. سخط الله سبحانه و تعالی و غضب الله سبحانه و تعالی برای آنها نازل می شود گفتند. و در دیگر روایت اینچنین عمر بن خطاب رضی الله عنه گفتند دور شوید از دشمنای الله با عیدشان. یعنی دور شوید وقتی که دشمنای الله عیدشان را جشن میگیرند شما از اونا دور شوید. و اینچنین این روایت دلیل است و حرام میگرداند جشن گرفتن و تبریک کردن و تهنئه کردن در این سال نو را. و هر یک دلیل را که ما ذکر کردیم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب اقتضاء صراط المستقیم ذکر کردند. و اینچنین گفتند شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله جایز نیست بر یک مسلمان که برای نصرانی در عیدش هدیه دهد. و حتی شیخ الاسلام رحمه الله چی گفتند؟ حرام است که یک مسلمان در این روز به یک نصرانی یک چیز را میفروشد که او چیز فروختش متعلق به عید او است. این حرام است گفتند. و شیخ الاسلام ذکر کردن اینچنین این قول امام مالک رحمه الله است. این سخن در کتاب اقتضاء صفحه 329. زیاد از ما دعوا میکند که او حنفی است. ابو حفص حنفی چی گفتند؟ هر یک مسلمانی که هدیه میکند بر یک مشرک، بر یک کافر، بر یک نصرانی در عیدش و اگرچند که او هدیه او کوچک باشد و حتی تخم باشد گفتند فقط کفر، او کافر شده است گفتند. این سخن در کتاب فیض القدیر مجله 4 صفحه 511.
گفتند امام احمد رحمه الله خورده نمی شود ذبیحه‌ای که ذبح کرده شده است در عید مشرکان، در عید نصرانی ها. این سخن در کتاب مغنی مجلد 11 صفحه 36. و گفتند ابن عبدالبر رحمه الله از عایشه رضی الله عنها، یعنی عایشه رضی الله عنها چه گفتند؟ خورده نمی شود ذبیحه‌ای که ذبح کرده شده است در عید مشرکان. و این چنین این روایت وجود دارد از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه. این سخن در کتاب استذکار مجلد 5 صفحه 259. امام مالک رحمه الله گفتند کی را داده نمی شود دابه را. دابه گفتن هر چیزی که سوار می شوند، امروز ماشین، یعنی کی را داده نمی شود دابه را در این روز عید. وقتی که تو دانسته که این دابه تو را گرفته استفاده میبرد در عیدش، در این حالت امام مالک چه گفتند؟ حرام است گفتند کی را دادن. این سخن در کتاب مدونه مجلد 3 صفحه 435. تعزیر کردن برای هر یک کسانی که جشن گرفتن عید مشرکان را و تبریک کردن مشرکان را تعزیر باید کرده شوند. تعزیر یعنی عقوبت در شریعت اسلامی به 3 قسم تقسیم کرده می شود. عقوبه اول قصاص، این در جرائم قتل است. عقوبه دوم حدود است، یعنی هر یک حدی که شریعت مقدر گردانده است، مثل حد زناکار و حد دزد و حد شرابنوش. سیوم عقوبه این تعزیر است، او تعذیب کردن و تعقیب کردن و یک عقاب کردن برای این گونه فعلها. یعنی هر یک فعلی که از جانب شریعت مقدر حد یا حدود نآمده است، اونا باید تعذیب کرده شوند یا تعزیر کرده شوند یا تعذیب کرده شوند. این سخن در کتاب الماوردی احکام سلطانیه صفحه 236. و این چنین این تعزیر را ذکر کردن فقهای شافعی در کتاب مغنی المحتاج مجلد 4 صفحه 186. و این چنین این تعزیر را ذکر کردن، یعنی این گونه وقتی که در این گونه محرمات واقع می شود یک مسلمان باید از جانب شریعت تعزیر کرده شود. و این تعزیر را این چنین ذکر کردن در کتاب کافی در فقه امام احمد بن حنبل رحمه الله مجلد 4 صفحه 176. در مسئله تهنیه یا تبریک کردن بر عید مشرکان، امام ابن القیم رحمه الله گفتند تهنیه کردن و یا تبریک کردن این از شعائر کفار است که برای مسلمان حرام است با اتفاق علما. و اگر گفتند قائلی و گوینده این تهنیه اگرچند که از کفر خالی ماندن لیکن به محرمات واقع می شود گفتند. و گفتند هر یک انسانی که تبریک میکند و تهنیه میکند در معصیت، در بدعت، در کفر، او به غضب الله سبحانه و تعالی گرفتار می شود گفتند. احکام اهل ذمه مجلد اول صفحه 441. شیخ عبدالعزیز طرایفی فک الله اسره گفتند جایز نیست تهنیه کردن و تبریک کردن یک نصرانی به دعوایی که او نصرانی دارد در این روز عیسی علیه السلام گویا که اله به دنیا آمد یا فرزند اله به دنیا آمد. و اگرچند که گفتن او نصرانی مسلمان رو در عید اسلامش تبریک کنه تهنیه کنه هم جایز نیست، لیکن اونا تبریک نمیکنن مسلمان ها رو
در این مسئله مسلمانان خیلی پیش قدم هستند برای کفار تبریک کردن، تهنیه کردن، برای که گفتن احکام شریعت، احکام الله سبحانه و تعالی برای مبادله نیست، برای داد و گریفت نیست. گفتن که او تو را تبریک کرد باید که هم او را تبریک کنی، این گونه نیست. گفتن و اما اگر اونا در وقت عیدشون یک مسلمان را تبریک کردن، آیا به او تبریک او نصرانی مسلمان جواب دادنش درست است یا نه؟ نه، درست نیست. اما تبریک کردن یا تهنئه کردن در امور عادیه که متعلق به دین نیست درست است. یعنی صاحب کار می شود و یا صاحب فرزند می شود، در این حالت اگر او نصرانی یا اگر او یهود محارب نباشد پس درست است، و اگر محارب نباشد در امور عادی تهنئه کردن درست است. برای که الله سبحانه و تعالی می فرماید لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. این الله سبحانه و تعالی شما را نهی نمی کند این که بر کنید و نیکی کنید برای کسانی که شما را قتال نکردند و برای کسانی که شما را از دیارتان اخراج نکردند. سوره ممتحنه آیه 8. یا رب صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.